خب بریم سراغ 200 اتاق لانگ. طراحیش واقعا مجذوبم میکنه، خیلی خودروی جذابیه، به این دل منو میبره این لعنتی. یه ذره حس بنز بودن آدم میگیره، یعنی توقع همچین کاری از بنز ما نداشتیم. چراغش که شکل بنزای سری اس کلاس شده و بخش دیگه که میرسیم بخش دیفیوزرهای عقبه که دوتا شدن اما متاسفانه واقعی نیستن و فیک